یکی از سربازان فرانسوی خاطرات خود را از انقلاب الجزایر چنین می نویسد: هنگامی که به دهات می رفتیم و به دنبال افراد انقلابی خانه ها را تفتیش می کردیم، خیلی خجالت می کشیدم، چون که زنان و دختران با دیدن ما به سوی استبل حیوانات می دویدند و خود را با نجاست های حیوانات آلوده می کردند تا ما به آنها تجاوز نکنیم. پناه به خداوند، این بود حال مسلمانان آن روز. واقعا این کار برای زنان و دختران امروز خیلی عبرت بزرگی است. وقتی که زن سر و روی و بدن خود را با نجاست ها و پلیدی های حیوانات آلوده می کند، این خیلی صحنه دردآور است، تنها به خاطر آن که کسی به او نزدیک نشود و عفت خود را از دست ندهد. آنها زنهایی بودند که سر می دادند ولی عفت خود را از دست نمی دادند. اما افسوس برای دخترانی که خودشان بدن خود را که زیباییشان هست در خیابانهای کثیف جامعه امروزی به نمایش می گذارند. در شبکه های اجتماعی خود را جلوه می دهند که صدها هزار بیننده دارند. خواهرم، بدنت شریف است، آن را در معرض تماشای مردان بلهوس چشمچران قرار نده. مثل شیرزنهای صدر اسلام آزاده و پاکدامن باش.